سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال کیان پز. بله، اون دوستانی که از قبل بنا داشتن متوجه سری تغییرات شدن ظاهرا ولی دوست داشتم که این تغییرات رو بدم و اینجوری خودم هم خیلی حس بهتری دارم. یه دو تا سه تا کامنت داشتم توی ویدیوهای قبلی راجع به زعتر پرسیده بودیم و این ویدیو برخلاف ویدیو دیگه ما آشپزی نداریم اینجا، بلکه میخوام راجع به زعتر براتون توضیح بدم و اینکه چجوری مصرفش کنیم. از لحاظ تاریخی بخوام بگم، اصلا خود کلمه زعتر یعنی در واقع این کلمه زعتر معنیش میشه آویشن. آویشن در زبان عربی بهش میگن زعتر و خب در روم باستان و حتی مصر باستان هم استفاده های دارویی داشته. مثلا رومی ها اعتقاد داشتن آویشن شجاعت رو میبره بالا، یا مصری ها بر این باور بودن که مریض وقتی میشن آویشن بخورن حالشون خوب میشه، که البته بی دلیل هم نبوده. واقعا آویشن یک حالت ضد ویروسی داره و شما حتی تو سرماخوردگی و اینا هم یه ذره آویشن دم کنی بخوری، یا اگه مشکل دل و روده پیدا کنی دم کنی بخوری، قشنگ حالت خیلی زودتر خوب میشه و خب واقعا خواص دارویی بسیار زیادی داره. ولی اینکه این چیزی الان که به اسم زعتر در آشپزخانه ها هست صرفا همون آویشن نیست. از یه جایی به بعد این آویشن در شام روزگاران گذشته که میشد یه منطقه‌ای در سوریه و لبنان و فلسطین و اسرائیل، ترکیبی از آویشن و کنجد و سماق و پونه و ارزم به حضورتون زیره سبزه، که خب این همه گیاها که اینا هم همه باز دارویی هستن، وقتی با هم ترکیب میشن یه بمب واقعا دارویی رو ایجاد میکنن که بیشترین خاصیتی که زعتر داره سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه و برای خود این میکروب های مفیدی که داخل روده هستن مفید هست، برای زندگی اونا ضد نفخ هست و خب خیلی خواص دیگه هم داره. ولی بیشترین چیزی که معروفه بهش اینه که سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه و اونم خاطر تأثیری که روی این میکروبای مفید داخل روده داره. ولی اینکه حالا مثلا خودتون اگه بخواین درست کنین چجوریه؟ ببین، بازار بخوای بخری که دو مدل داره، زعتر سبز و زعتر قرمز. ترکیبشون تقریبا یک مدله، یعنی اون آویشن و سماق و پونه کوهی و کنجد و اینا همه تو هر دوتاش هست، با این تفاوت که زعتر سبز آویشنش تقریبا 2 برابر زعتر قرمزه، زعتر قرمز سماقش 2 برابر زعتر سبزه و خب ترشتر هم هست دیگه. توی ویدئوی هموس اگر دیده باشی من برای سربش از زعتر قرمز استفاده کردم، چون سماق داره ترشه خیلی خوشمزه میشه. ولی حالا خودتون چجوری اینو درست کنین تو خونه؟ میتونید از هر کدوم این گیاها که گفتم، آویشن، سماق، از این دوتا اگه قرار سبز باشه 2 قاشق غذاخوری آویشن، 1 قاشق غذاخوری سماق. بازم این البته بستگی به ذائقه خودتون داره. اگر میخواید ترشیش کمتر باشه نصف قاشق غذاخوری سماق استفاده کنید و پونه و زیره سبز پودرش اینا همه باید به صورت پودر و سابیده شده باشه. اصلا شما برگ خوش شده این گیاهان رو نباید داخل زعتر ببینید، یه جوری این گرد شده باشه در واقع، اینا انقدر خوب آسیاب میکنن. و از پونه و زیره سبز هم هر کدوم 1 قاشق چایخوری کافیه که شما به 1 زعتر سبز رنگ برسید. و اینکه به اندازه‌ای که آویشن استفاده کردی نصفشو کنجد تفت داده شده. دقت کنید به هیچ عنوان کنجد خام رو داخلش نزنید، چون یه طعم خیلی بدی میده و یه خورده روغنیش هم میکنه که اصلا ممکنه زعترتون خراب بشه. زعتر خودش به تنهایی نباید حالت روغنی داشته باشه، باید مثل یه گرد خشکی پودر تور باشه. اگه هم بخواید زعتر قرمز درست کنید، مقدار سماقش رو به همون اندازه‌ای که آویشن میزنید سماق میزنید، که باز اینم سلیقه‌ایه و کنجدش هم باید کمتر باشه توی قرمز. ولی میگم باز اینا سلیقه. وقتی شما خونگی درست کنی، کلا همین الانش در همون منطقه اسرائیل در خیلی از روستاها هر خانواده تقریبا میشه گفت یه رسیپی مخصوص خودشو داره برای ساخت زعتر و خب هر کی هر جوری دوست داره اینا رو اندازه‌هاشو تناسباشو بالا پایین کرده و به اون محصولی رسیده که خودش دوست داره. چجوری حالا اینو ما بخوریم دوستان؟ سنتی ترین مدلی که این سرو میشه که حالا نشونتون میدم در ادامه، میریزیم داخل یک ظرفی و با روغن زیتون رو ترکیب میکنیم و با نون میخوریم. ولی میتونید شما داخل دوغ بریزین. من خودم امتحان کردم، جالب میشه، یه طعم عجیبی میگیره.
دوغ یا همون کفیرتون، یا اینکه روی لقمه صبحونه‌تون روی پنیر بریزین. یه مدل دیگهش که مخصوصا تو اردن خیلی طرفدار داره، یه اینو پیتزا طوریه، یه خمیری رو میارن و این زعتر رو میریزن روش، میذارن داخل فر، وقتی هم میارن بیرون روغن زیتون میریزن روش. این یکی هم محبوب ترین مدلاش بین عربای اردنه که حالا تو یه سری شهرهای دیگه عربی هم منطقه عرب نشین ها سرو میشه. توی برلین هم من دیدم رستوران اردنی که اینجوری داره زعتر رو سرو میکنه، خیلی هم خوشمزه میشه. عصرونه خیلی مقوی و ساده است. حالا من الان نشونتون میدم اینجوری که معمولا صبحانه سرو میشه. خب یه 2 قاشق چایخوری زعتر سبز من الان دارم، این دونایی که توشه کنجد تفت داده شده است، کنجد سیاه هم. و روغن زیتون میگن باید 2 برابر اون چیزی که شما زعتر میریزی، یعنی من الان باید 4 قاشق روغن زیتون بریزم که باز اینم سلیقه‌ایه. بعضیا با روغن بیشتر دوست دارن، بعضی با روغن کمتر. اگر رژیمی میخواین درست کنین با همون 2 قاشق روغن هم این کار در میاد، ولی این به صورت کاملا سنتی و کلاسیکشه در واقع. به همین راحتی به همین دلیل میذاری رو نونت، بسیار خوشمزه میشه. یعنی اصلا واقعا یک طعم خیلی خاص و عربی، اصلا یه چیز خاصی. یعنی آدم تا این زعتر رو نخوره متوجه نمیشه من چی دارم میگم. من که خودم هر روز صبحونه زعتر رو استادش میکنم. سلامتیتون. خیلی خوشمزه است، خیلی خوب. من خودم واقعا جزو فنای درجه 1 این زعترم. بخوام خیلی جزئیاتی بگم ترش کم ها، چون سبزه طعم ترشیش کمه. ترشی مثل سماق توری هم داره، ترشی لیمویی توش نیست. پر عطره، یه عالم عطر، سبزی‌های خوش شده مختلف مثل همون پونه و آبیشن و اینا، ولی خب اینا با هم همه ترکیب میشه و اصلا یه چیز بهشتی میشه واقعا. امیدوارم که از این ویدیو بتونید استفاده کنید، خوشتون اومده باشه. هفته دیگه براتون یک چیز خفن دارم که منتظر باشید. تا دیداری دیگر، درود و 200 بدرود. خدا نگهدار شما.